سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. فعالیت ما از اینجا شروع میشه. دلایلی که باید دریم لیگ 2024 رو نصب کنید. خب آقا بریم. دلیل اول، میتونید آفلاین بازی کنید. آفلاین میتونید دریم لیگ 2024 رو بازی کنید، برخلاف بقیه بازی‌های فوتبالی. ببینید بازی‌های فوتبالی واقعا یکم کمه و اهمیت کمتری داده شده و بیشتر به بازی‌های جنگی داده شده. البته خب اونا هم بازی‌های خوبی هم، بازی‌های جنگی، ولی خب بازی‌های فوتبالی هم بازی‌های خوبی هم. بهتریناشون همین ستان دیگه. ای فوتبال که قبلا داشتم، ای فوتبال 2024 اون هم فیلتر شکن میخواد، هم اینترنت میخواد، حجمش هم که زیاده. فکر کنم 2.5 گیگ شده. من خیلی وقت دیگه بازی نمیکنم، سال 2023 داشت بازی میکردم و خیلی خوشم نیومد ازش. FC هم خوبه، FC 24، FC موبایل یعنی دیگه. FC موبایل هم بازی خوبیه ولی اونم اینترنتیه و اینکه فیلتر شکن میخواد. ولی خب دریم لیگ 2024 من یه روشی بلدم که میتونید بدون اینترنت بازی کنید. البته بخش آنلاینشه نه، اونو بهتون تو اگه فالوورامو رفت بالا اون موقع بهتون میگم، ولی الان نه. ولی دریم لیگ 2024 رو میتونید به جز بازی آنلاین همشو آفلاین بازی کنید. میتونید با دوستاتون بازی کنید، خیلی هیجان انگیزه، راحت بدون هیچ دردسری. آموزش اینم میذارم حالا بعدم. بدون هیچ دردسری با دوستاتون بازی کنید، کلی کیف کنید. این ویژگی از دریم لیگ 2019 هم بود و الان هم هست و خیلی هم خفنه. با دوستاتون میتونید بازی کنید. 3. به جز بازی آنلاین همه بخشا یه بازی رو میتونید به صورت آفلاین بازی کنید. ببین اینو گفتم دیگه، اینو آموزش رو میدم بعدن که فالوورم رفت بالا آموزش رو میدم. 4. چالش‌های مختلف و جذابی داره. چالشاش جایزه هم داره. جایزش مثلا خیلی متفاوته، مثلا 2000 تا پول میدن، سکه میدن، یه دونه هم قرارداد طلایی که یه بازیکن بالای اوور 80 بیاد به تیمتون. عکس مسی هم گذاشتم واسه مسی فنا. خودم مسی فن نیستم، من رونالد کریس فنم و اینو برای احترام گذاشتم برای فنای مسی. 5. بعد جود بلینگهام هم میبینید تو تصویر. پک های خوبی داره. ببین پک های دریم لیگ واقعا فوق‌العاده است. فوق‌العاده هست ولی واقعا هم گرونه. این یکم بده دیگه، گرونیش بده ولی خوبه. پکاش معمولا بازیکن‌های خوبی میذارن. اونا رو هم تمرین یعنی اوورشون بالا میبرن با تمرین. وقتی شما شانسی بین مثلا فکر کنم 9 تا بازیکن یا 7 تا بازیکن از اونا یکی به شما میرسه، ولی واقعا قیمتشون گرونه. بعضی وقتا تخفیف هم میدن تو پکاشون. عکس جود بلینگهام هم میبینین، داریم تو تصویر جود بلینگهام هم میبینیم. حالا گفتم بلینگهام هم بذارم، یه نگاهی به آمار خیره کنندش هم بندازیم. لالیگاس فصل 2023-24 18 تا مسابقه انجام داده. تو 18 تا مسابقه 14 تا گل زده، 3 تا پاس گل داده. کارت قرمز که نداشته کلا، نه تو لالیگا، نه تو سوپر جام اسپانیا و نه تو لیگ قهرمانان. کارت زرد تو لالیگا 5 تا، سوپر جام 1 دونه و لیگ قهرمان 2 تا. 3 تا هم که پاس گل تو لالیگا. تو سوپر جام اسپانیا تو 2 مسابقه انجام داده، 1 پاس گل داده. تو لیگ قهرمانان آمارشو ببینید، 5 تا مسابقه انجام داده، 4 تا گل زده، 3 تا پاس گل داده. ببین اینا رو دارم من درست میخونم، واقعا فوق العاده است.
دلیل 6 و فکر کنم آخرین دلیل، بله، میتونین توش تیم خودتون رو بسازید و لوگو و کیت مخصوص خودتون رو داشته باشید. ببین دریم لیگ 2024 یا DLS دریم لیگ یعنی لیگ رویایی 2024، یعنی توش میتونین لوگو کیت اصلا تیم خودتون رو داشته باشید. هر بازیکنی که دلتون خواست بیارین و خودتون واسه خودتون لوگو بسازید. البته که خب معمولا فکر کنم 100 تا الماس میدن، میان لوگوی هر تیمی که میخوان رو از مثلا سایت های مختلف برداشت میکنن و میذارن تو تیمشون، ولی میتونین توش لوگوی خودتون رو بسازید و کلی کیف کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو رو نگاه کردین. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.